ساکن شهرک نورافشان شهر اسفره دلارام دهقانова دو فرزند و پدر و مادرش را سخت پزمان شده است. آنها در پی سرزنی پاندمی کووید 19 و بسته شدن مرزهای دولتی از روسیه بازگشته نمی توانند. دادای بیمه من روسیه و برفتن همونجا حاضر من لیچینی برفتن و لیچین دمانده برفتن. پسرم من یکتش خدمتنده یکتش همونجا انده من دادم با بیمه نگاه کرده گشته است. کن یاد کردم که دیش دیو تستر بیان ناس. دلارام میگوید که اگرچه سرزنی پاندمی کووید 19 مجرای معتدل زندگی او و عائله‌اش را خللدار کرده باشد هم، اما در جهت عملی‌گردانی آرزوهای دیرینه‌اش قطعیت و نیروی بیشتر بخشید. در دوره پاندمی دریافت جای کار در زادگاه کاری چندان آسان نیست. از این خاطر او و شوهرش وقتی امکانیت سفر نوبتی به روسیه تا دوره نامعین محدود شد، تصمیم گرفتند که با چارواداری و پرنده پروری مشغول شوند. Rossiyaga borardim avval, Rossiyaga borgan paytimda avvalho baroy daryofti rizqi ruzi ba Rossiya miraftam. Bemori koronavirus paydo shud u imkoniyati ba unjo bargashtan namond. Rohho basta shudand. Az in sabab 2000 buzi doshtam onro tadrijan ziyod kardam. Imruz to ba 25 sar rasonidim. Guzashta az on imruzho mo ba parvarishi murghoyi khonagî, murghoyi marjon va chorvoyi kaloni shohdor niz mashghulim. Va niyat dorim sarshumori hame onho ro dar oyanda ziyod namoyim. yana ko'paytirishni xohlaymiz biz. دلارام قناعتمندی از آن دارد که شغلی در دوره پاندمی موقتا انتخاب نموده او و شوهرش ثمره‌های نیک به بار می آورند. بزپروری با برابر سهل گردانیدن مشکلات تأمین مادی عائله در دوره پاندمی نیازمندی های همدیاران را به محصولات برای سلامتی مفید برآورده می گرداند. ما حال به نگاه میکنیم، بوز میجوشیم، شیرش میفروشیم، قطیقش میفروشیم، هر جاها آمده میخرن، اخو جمع میبیایم، ناحیه اسفره میبیایم، کنی بادام میبیایم، کوچکاک میبیایم، هر جا میبیایم ده. شیری بوز وایده سخن به دولینی، سردشنی و یا کسلا و فایدهش کلام. دلارام و شهریار بر زمین چارواداری و پرنده پروری در شهرک نورافشان مغازه کوچکی هم گشاده‌اند که ساکنان را با مواد طلبات اول تأمین می‌کند. اینجا مغازه مایده همین پروداکت‌های ما های برای زندگی خود ما کم شده ایستاده است. از سبب بیماری من کووید 19 چیزی که به همه جهان آمده که مشکلات در جماعت شهرکی ما هم کم مشکلات بود. با ما تصرف جماعت تصرف کمیته شهری اسفره برای مردمی که امروز شرایط ندارند کمک‌های یک وقت رسانیده و بعضی عائله‌ای که من عائله دهقان‌ها که با مهنت خودشون با پرورش چاروا پرنده و دیگر نمودی وقتی مهنت کرده با مغازه شخصی خودشون محصولات خودشون فروخته امروز زندگی به سر بردن که از سببی که با اینها پیشتر با روسیه قرقیزستان رفته کار کرده می آمد امروز از سببی که بیماری شدن یگانجا نرفته در همین جماعت شهر خودمون مهنت کرده شدند. دلارام و شهریار با در نظر داشت امکانیت‌های خوبی پیش آمده تصمیم گرفتند که من بعد از مهاجرت مهنتی به خارج کشور دست کشیده در حدود شهرک نورافشان پارچه زمین بیکار خوابیده را از خود نموده در آنجا با کمک فرزندان باغ میوه و قطعه زراعتکاری بنیاد کنند.